درود به شما. روز تولد داریوش مهرجویی شد. داریوش مهرجویی مرگ نداره، همیشه و هر ساعت تولدمونه. این همه اثر پاک و دانسته مرگ نداره. یک اتفاق درست و کاملی افتاد به وسیله علی جعفری پویان. سعی بران شد هامون، باغ مهرجویی، علی جعفری پویان، احسان بیرقدار و سیاوش کامکار اثری رو بسازند، کار کنند، به هم کنند و روز تولد داریوش تقدیم کنند. فوق‌العاده است. فکر و این بزرگ دیدن، زیبا دیدن، هنرمندانه دیدن از طرف موسیقی است، با زبان موسیقی است. روز تولد داریوش مهرجویی تقدیم میشه. من گوش میکنم، فکر میکنم، باز یکی از یادهای داریوش برام زنده میشه. داریوش عزیز، برای مرگش سکوت میکنیم. درود به شما.